چیزی که علم ندارن و میان یه کاری میکنن بدتر بشه بهتر نشه. او با یه بنده خدایی به اسم شیخ آشنا شدیم، به صورت لایو آمد و کد ابجد میگفت. گفتم آقا حال مادر من بدتر شده. بعد آبجی من 2 بار ضربه خورد. فقط گفت که یه هزینه‌ای داره و یه مرغی رو به حساب با من سر ببرم و برم نیازمند و از این برای ابری. ببین این کل اون کده. خب آخر طورش بود که مثلا مازم میخوام طبق پس بدم خون پس میدادم. إنه سليمان إنه سليمان 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 إنه سليمان إنه سليمان. سلام، وقت بخیر رفقا، خسته نباشید. اومدم بیلجن پیش یه خانواده هستم که پسر خانواده که همینجور میبینید آقا مهرانه و با من ارتباط گرفت و از مشکلات مادرشون گفت و یک سری داستانها تعریف کرد، یعنی یک سری حقایق که به یک دعانویسی مثل این که ظاهرا رجوع کردن که از پشت گوشی اقدام به جنگیری کرده ولی کار رو زده به شدت داغون کرده. یه سری ویدیوها ویدیو کال برای من فرستاد، وایس کال تلگرامه که اونها رو من ادیت کردم براتون قرار دادم که حتما ببینید. الله اکبر. یا الله. این حالتاش کم کم داره شروع میشه مسی جان. ببین نمونه رو برات میفرستم. این مادر من اینجوری میشه. الله یا الله. الحمدلله الحمدلله. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. مسیح جان اینجوریه. ببین چطوری میشه. فقط تو دستاشو ببین. این الان حرکت خوبشه. خب این میخواد بیان بعضی موقع جوری میشه میاد صورتو میاره به همین حالتی که هست، میاد جلو یه چیزایی میگه. یه روزگار ماه مسیح جان. ببین دیگه خدا لعنتشون کنه که چیزی که علم ندارن و میان یه کاری میکنن بدتر بشه بهتر نشه. اوضاعش خیلی بد بود و همونجور که دیدید واقعا حالش بد بود. اتفاقات بسیار دردناکی افتاد که من خب به خاطر تایمم و پاکسازی هایی که داشتم به پسرش گفتم آخر هفته انشالله من مزاحم میشم، که وقتی که من اون صحنه‌هایی که شما هم دیدید و دیدم فوراً گفتم فردا میام که دقیقاً طبق همون قولی که دادم سر وعدم بودم خواهش میکنم و اومدم اینجا که باشون صحبت بکنم. میخوام که با پسرشون صحبت کنم چون مادرشون حال مساعدی نداره. همینجا هم که قبل از رکورد که داشتیم صحبت میکردیم حالش بد شد که من موجود رو خطاب قرار دادم و بهش گفتم که ما نیومدم برای اینکه بخوام تو رو آزار بدم یا اذیتت بکنم و آروم کردم موجود رو که بتونیم حالا این رکوردر رو بگیریم و صحبت بکنیم با پسرش و حالا یه سوالاتی هم که بپرسم که جوابهای کوتاه داشته باشه که مادر هم اذیت نشه جواب بده. خب مهران جان داستان رو تعریف کن، بگو که دقیقا چه اتفاقاتی رخ داد. اول سلام شما تمام عزیزان کانال آدرنالین. عرضم به حضور شما با یه بنده خدایی به اسم علی تیزدست، شیخ علی تیزدست آشنا شدیم. البته قبل از اون حال مادرم بد بود. چند جا در خراسان بردیم، یعنی اطراف خراسان جنوبی بردیم. یه جا خون کردن و بسام هر کار میکردن گلا بلوتون پاک به صورت تهوع بالا می اومد. خب اما باز دوباره این اتفاق تکرار میشد. یعنی ما میرفتیم
طرف به حساب خودش این کار انجام میداد و باز ما می اومدیم یک شب دو شب نگذشته باز هم همون آش و همون کاسه بخور ما تکرار مکررات. با این بنده خدا ما آشنا شدیم، گفتیم ما اینجوری گفتم اینجوری. بعد ایشون گفتن که این آقا همین آقای شیخ علی تیزده است. گفت من مقام قطبم و در پاکستان در مرز ایران و پاکستان درس خوندم، 3 سال اونجا درس خوندم و به صورت لایو آمد و کد ابجد میگفت. خب به صورت کد صحبت میکرد، به صورت کد حرف میزد و پاکسازی هایی که به حساب خودش انجام میداد و میگفت توی مخونه یه افریت هست و عرضم به حضور شما یه افریت و فرزندشه با یه اژدها. با چی؟ اژدها. اژدها؟ آره. خب با یه اژدها. بعد یه صدایی هم بود و میگفت این صدا روحه. ما بعد به ما گفت که آقا پدر شما مثلا پدر من که فوت شده، خدا را بیامرزه کل اموات شما رو، فوت شده، پدر من افتاد رو زمین. یعنی یک جوری شد که اقوام تو فکر میکردن خانوادی و ما زدیم گردن پدر من تو شکستن. به این حالت رسید رو باور نمیکرد کسی، اصلا باور کسی نمیشد. خب این آقا گفت که آقا این موجود زده کش، یعنی فرستادن طلسم مرگ زدن روی، دقیقا یادمه گفت که روی جمجمه یه گربه رفتن این کار رو انجام دادن. که این حرف رو زد؟ همین شیخ علی تیزده است. گفت که روی جمجمه گربه رفتن. آره گفت این گربه رو حالا یا کشتن یا مثلا گربه به حساب حالا به هر طریق فوت شده، این جمجمهش رو برداشتن. خب و طلسم در قبرستون دفن کردن. حتی گفت بالا سر مقبره پدرت، بالا سر مزار پدرت اونجا طلسم دفنه. خب این حرف رو زد و عرضم بزرگ گفت چند بار گفتیم من نرفتم اونجا چون زیاد چیز نکردم، توجه نکردنمون نشد. خب میگفتی که تو نگفت مگه ادعا نکردی که موکل داشت؟ چرا موکل میگفتن؟ خب اگه موکل داشت خب شما میگفتی خب چرا من برم خودت در بیاد؟ من همین رو میگفتم. جمعیت موکل داره، موکلات ببین میگفت شما با یه نخ قرمز ببند به آهنربا ببر اونجا، به هر جا که آهنربا رفت شما برو اون قسمت رو ببین. من میگم حقیقت بهش گفتم چند جا هست بالا اومده اینجوریه اونجوریه، حالتاش عوض شده بود. حتی یه بار سنگ مزار پدرم کلون با آمده بود بالا نشکسته بود، نمیدونم چجوری حرکت کرده بود. واقعا برام جای سوال بودیم. این مربوط به 6 ماه پیشه. خب 6 ماه پیش بعد این جریان شد. بعد دوباره من زنگ زدم گفتم آقا حال مادر من بدتر شده. بعد آبجی من 2 بار ضربه خورد تو این 6 ماه، 2 بار ضربه خورد. خواهد استحمام رفت. بعد از استحمام آمد بیرون باور کن. خب من 1 دقیقه فقط فهمیدم رفت تو اتاق، فقط متوجه شدم یه صدا خدا یعنی پروردگار لطف کرد به ما که من فهمیدم یه صدای اینجوری صدای داره میاد. این به صورت افتاده بود. خب به صورت افتاده بود و داشت دست و پا میزد عین یه مرغ سرکنده، حالت تشنج به صورت افتاده بود. اینجا چشمش زخم. حتی من عکسو برای اون شخص ارسال کردم، شیخ ارسال کردم، گفتم ببین اینجور ضربه‌ای زدن، تو گوشی هم دارم. از برگردوندم آبجیمو دیدم داره تو دهنش خون میاد. وقتی مامورای اورژانس اومدن ما آمدن این بچه 15 سالش بیشتر نبود، 15 ساله شوک شده بود. از مامور اورژانس میترسید، میگفت گریه میکرد ولم کنی، درو میداشت، میگفت در ببند جان ما نیان تو. بار دوم بود نشسته بودیم بخشی دور جا همه خالی، خربازه بود و اهل خونه جمع بودن. با صورت باور کن نشسته، من فکر کردم این آمدی قلم خربازه برداره. رو همین میز نشسته بود. خب اینجوری خودشو خم کرد که قلم خربازه برداره، با صورت آمد پایین باز دوباره. اینم بعد از همون کم کم شروع شد جریان. بعد به این آقا من گفتم آقا این اینطور جریانی هست. کم کم چیز شد. بعد ایشون گفتم که آقا خب شما که این آیه شیخ علی تیزده شما که این کارا رو میدونی، خب منم به ماهارا علاقه داشتم. خب چیزی که علاقه دارم.
چون چیزی که در طبیعت هست، حالا شاید خیلی قبول نداشته باشن ولی در طبیعت وجود داره. و بهشون خودم هم گفتم میتونی استاد من بشی و حتی من شاگردت بشم. قبول کرد، اونم خودش قبول کرد، بدون این چیزی قبول کرد. فقط گفت که یه هزینه داره و یه مرغی رو به حساب من سر ببرم و بدم نیازمند و از این جریانات که زکات داره نمیدونم چی داره، این حرفاشو گفت. ما قبول کردیم، رفتیم پرداخت کردیم از حضور شما. بعد مادر چند بار به حساب اون حالت مامان اینجوری نبود. خب قبلا بدنش چوب میشد، اینجوری کش میشد. خب یعنی به مرور این پیشرفت کرد. اول مثلا اینجوری می‌خواست اینو بگیره، اینجوری خوش میشد، اینجوری میمون. نمیتونست 10 نفر مرد گنده میومدن این دستو نمیتونستن بیارن پایین. خشک. خب بعد گذشت کم کم داخل شکم مادرم میگه حالت توپی مانندی شد. این نقص داشت. خب این غده بود، این غده. آره جابجا میشد. ببین جابجا میشد، انگار باز میشد تو شکم. خب بسته میشد، جمع میشد، باز میشد. خب مثل بچه‌ای تو شکم آدم باشه. اون حالتی. مادر من وحشت کرده بود. خب وحشت کرده بود. ما بردیم بیمارستان، باور کنید MRI، CT اسکن، هر چی که فکر کنین، عکس برداشتن، آزمایشات. مادرم اتاق احیا 2-3 دفعه رفتم، یعنی 2-3 دفعه تو اتاق احیا بوده. یعنی دکتر آمد خب میگفت که آقا اکسیژنش خوبه، ضربان درست، همه چی نرمال، حتی تعداد تنفسش نرمال بود، فشارش نرمال. ولی جالب بود که خود دکتری دست میذاشت میدید، بالا اومدگی میدید دست میذاشت، مونده بودن که پس این جریان مال چیه. این رفقا جادو دقیقا همینجوری عمل میکنه. خب ببخشید واسه جادو دقیقا همینجوری عمل میکنه، یعنی هیچ توجیه پزشکی نداره. ببینید اگر کسی مشکلی داره رفقا، قبل از اینکه بخواد اصلا بخواد به یه رمالی مراجعه بکنه، مثل همین قطبی که الان خودش قطب داره که من این آدمو نمیشناسم، تازه اولین بار دارم اسمشو میشناسم، یعنی میشنوم، ولی در کل همشون سر و ته یک کرباسن، همشون آدم‌های بی‌سواد و ادعاشون هم که گوش فلکو کر میکنه، ولی فقط جز بدبختی، پشت بدبختی که سوار بکنه به روی دوش بندگانی که خودشون گرفتار هستن، هیچ فایده‌ای برای شما ندارن. شما حتما قبل از اینکه بخواد مثلا به این قضیه جن شک ببرید، قبلش برید حالا یه آزمایشی چیزی بالاخره بده، آدم بد نیست دیگه. خب منتها اینه که اگر دیدید اونجا هم جوابی نداشتی، یعنی پزشک جوابی برای شما نداشت، بعدش آدم پی میبره به این که شاید یک داستانی هست. و به هر کسی هم رفقا اعتماد نکنید. خیلی کسا هستن که حتی با قرآن میان، مورد داشتیم دیگه که تو خود کانال هم هست، ویدیوهای شما دیدید، با قرآن طرف اومده جلو و میبینیم آیات نوشته بعدش کد زده، کدهای طلسم و سحر و اینجور چیزا میزنن و زندگی رو نابود میکنن. سر همین داستان خیلی احتیاط بکنید. این ویدیوها رو رفقا بفرستید، انتشارش بدید که مردم آگاه بشن. این حرفا فقط برای این نیست که ما 1 ساعت بشینیم ویدیو رو نگاه بکنیم تموم بشه بره. نه، اینا آگاهیه، شما باید از اینا استفاده بکنید، برای عزیزانتون ارسال بکنید، بفرستید، کسایی که مشکل دارن این حرفا رو بشنون. و اینجا هست. خب مسیح عزیز برای من فرستاده، من به شما میدم که برای بیننده هاتونم بذارین. برای من چیزهای فرستادنشون که میگفت اینا رو حساب بذار فتوکپی بگیر، بذار به بازود. الان من فتوکپیشو دارم و ابریش هم حتی متوجه شدم که بعضی چیزا ابری. ببین این کلهم کده. خب ببین این چیه؟ اینو گفت 7 بار بخون. من اینو یک شب مادر خونه نبود، بابا گفت مادر رو
بگو کسی خونه نباشه، خودت تنها باش. من دوربین رو گذاشتم اینجا، این قسمت خونه گذاشتم دقیق رو گذاشتم اینجا، یه شمع روشن کردیم و من اینو 7 بار خوندم. خب خوندم گفت خب احضار. بعد موجودی و حالا من نمیدونم از موکلای خودش آیا بود یا موجود دیگری بود و من تو حالت خواب کم کم جوری شد که تو حالت خواب به صورتی به قول خودش میگفت حالت خلسه اون خواب نیستی، میدیدم، متوجه میشدم. خب یه چیزی متوجه شدم اینجا شمع گفت روشن کن. بعد صدا و اینا در نمیاد. من گفتم آقا موجودی اگه هست اعلام حضور کنید. شمع خاموش، با اینکه من از شمع فاصله داشتم، خود به خود خاموش. یعنی من روشن کردم گذاشتم آمدم رفتم، نه که بگم بادی باشه، هیچ بادی هم نبود، قشنگ شمع خاموش. دوباره شمع دیگه رو روشن کردم. خب 2-3 تا شمع گذاشتم، یکی هم به خصوص گذاشتم جا در همون گذاشتم اونجا. بعد گفتم خب اگه موجودی هست، اون شیخ هم صحبت کرد. بعد ما جواب رو اینجوری میگرفتیم آقا که اگر جواب مثبت و بله، این شمع رو نورش رو زیاد کن و اگر جواب منفی، نور شمع رو کم کن. و من ازش سوال کردم و اونا سوال میگفتن آقا با کی کار داری تو اون خونه، شما چرا داریم؟ و تنها چیزی که گفت جنسش مؤنثه اینجا. آره گفت مؤنثه، خانومه. و عرضم به حضور شما که و گفت که با خود من کار داری. یعنی من گفتم با مادرم کار داری، با فرزند کوچیک کار داری، فرزند وسط کار داری، فرزند بزرگ، با خودم رسیدم. متوجه شدی؟ جالب بود که حال مادرم که بد میشه، با مادرم نگفت که من کاری دارم، با شما کار با من کار داشت. چرا نپرسیدی چرا؟ برای چی؟ بخواد چی میخواد ازت؟ منم همین رو موندم که چی میخواد. بعد بقیه گفتم ازش سوال کرد، اون بنده خدا بهش گفت عاشقش شدی، دوستش داری؟ شمع پرنور که گفت آره. بعد اونا گفتن آره مثل که عاشقت شده. این عزیمت احضار برادر، این عزیمت احضاره. نگاه اینجا هم زده دیگه. آره اون گفت من بنویسم، دارم تو چیز دارمش. خب این اصلا انجام این اشتباه بود اونم توی خونه. خب شما به این بنده به این اعتماد کردی. اثر ناچاری باور کن دیگه به جای ما رسیدیم که من به خیلی عزیزان پیام دادم، یوتیوبرام، سعید کانال سعید وحشت که من پیام دادم، بنده خدا برای من یوتیوب باز کرد. خب این تلگرام باز کرد، گفت بفرست برام ببینم جریان چیه. براش توضیح دادم. متاسفانه زمانی بود که می‌خواست بره به حساب به ترکیه. آره قبل از ترکیه بود و یکی از دوستانش این شخص رو به من معرفی کرد. دوستان کی؟ آسعید. کیه اسم دوستش؟ ناصر که باهاش قبلا بود. حالا احتمالاً ویدیو رو من میفرستم برای سعید ببینم این آدم کیه که اینجوری افتاده داره. من با ناصر اینو به من چیز داد. این رنگیش این بود، ببین این رنگیش بود که برام فرستاد. کلهم کده. خب حالا از مادر بگو. مادر رو پاکسازی که کرد، مادر رو پاکسازی کرد. عرضم به حضور چند بار گلو خب از جور شد که کم کم پاکسازی میکرد. مثلا بعد بخورات ما زدیم، گفت بخور کن، من هرچی برگی بو و اینایی که گفته بود گرفتیم. عرضم به حضور شما که تو خونه، یعنی خونه رو زیر دود برد. گفت فقط یک پنجره رو باز کن، اندازه یک بند انگشت فقط یک پنجره باز باشه. برای چی؟ میگفت اینا از جایی که برن، از یک جا بره که اگه مخواسته باشه موجود دیگه بیاد نتونه بیاد. پنجره رو باز بکنی که از همونجا بشه راه خروج. آره مثلا میگفت در و دیوار نمیتونه بره. منم همین برای من چه سوال بود، میگم این موجود میتونه از از تو زمین میاد بالا. برای چی من پنجره ارضی پس چجوری هم دیگه؟ من همین میره به زمین میاد بالا. برای من همین چیزا خیلی چیزا سوال شد. بعد کم کم شک کردم تا اینکه ایشون کد بهش گفتم کد همزادم علاوه بیشتر علاوه پیدا کردم. یعنی کنجکاویم واقعا گل کرد. خب رفتم داخل گفتم ببینم جریان چیه.
گفتم آقا برای من میخوام موکل بگیرم، میتونی بهم موکل بدی؟ بعد گفت میتونیم با هم اگر تا آخرش هستی؟ گفتم آره تا آخرش هستم. میگه گفت میتونم با همزاد تو موکل خودت کنم. بعد هم اسم همزادمون در آورد به حساب خودش. یکی گفت حالا اسم نبرد رحمانی شد حساب گفت رحمانی دیگه اون شیطان شده میگن. بعد ایشون جالب بود که من در آوردم کد من یه چیز دیگه بود، ایشون 3 رقمی به من داد، من چیزی که متوجه شدم 4 رقمی بود کدم. خب بعد بهش پیام دادم گفتم آقا آیه شیخ علی تیز است، اشتباه داری استاد، جسارت نباشم ولی اینجا رو اشتباه حساب کردی. گفت نه چون اسم پدرت 2 اسم است کد تو میشه 3 رقمی. که من بهش گفتم آقا کد اصلا اسم من به پدرم چه ربطی داره؟ اصلا ربطی به من مادر دیگه، رسم مادر. بعد جالبه میگفت که من هر چه ازش سوال میکنم آخرش میگم آقا تو کار نداشت باش آقا من شما مو میبینی و من تیچه شدم، فقط با همین میبست دیگه. خب با همین میبست. بعد نمیدونم زنگ میزد میگفت امام مهدی میخواد بیاد یه چیزا ما آخر طور شده بود که مثلا میخوام طبق پس من خون پس میومد. دادم. آره خون میومد. پس دادم گلوم مثلا خراش برداشته باشه اونطوری. گفت که دیو توی این دیوی که داره، دیو داخل شکمت یه دیوی هست که چنگ زده، کبدت هم زخمی کرده، گلوت هم زخمی کرده. بعد میگفت موکل میزنم تا 72 ساعت باشم. بعد اذن میگفت اذن بگو 3 بار بگو اذن میدم، اذن و ما اذن میخواست ما گفتیم که اذن میخوایم. آره شما اذن دادید؟ به من گفت که من موکلم رو بفرستم داخل بدنه که اینو بکشی بیرون بگو اذن میخوام 3 مرتبه تکرار کن پشت سر هم. اذن میدم بگو اینو بگو. تکرار کردی؟ این 3 بار من تکرار. بعد اتفاقی افتاد؟ نه دیگه فقط گفت که من موکل فرستادم اینا نمیدونم که یه چی آیاتی میخوند که بعد مثلا آیه نمیخوند کد میخوند کدایی میخوند که بعد آخر خودش هم اینجا پشت گوشی قیچی میشه. بعد آخر پس میدن باز روز بعد همون که بوده همون. یعنی آره خیلی چیز، یعنی اونقدر این تکرار شد، این چرخ تکرار شد که من بهش گفتم آقا شما دادی اینا رو قلقلک دادی الان نمیتونی کاری کنی. خودش هم متوجه شد. من گفت که آقا من میام بیرجند بعد میرم کرمان. الان کرمانه عزیزان کرمان، اعتماد سریع نکنید، این ما گول نخورید سریع. ما هم از همه جا مونده بودیم دنبال یک جایی میگشتیم که آقا فقط تو رو خدا کمک کن این جریان حل بشه، به هر قیمتی حل بشه. ما گرگان رفتیم با یک کسی از کردستان ارتباط گرفتیم، ارزم به حضور شما. یه جای دیگه بود رفتیم اون شخص ما آیات قرآن گفت به آب بکنیم جایی بزنیم که حساب پا نخوره. اون که اونو تو زدیم باور کنید خونه انگار زلزله شد. بهتون آب دعا داده. اون یک بخشی از چیزه اعمال. ببین رفقا اصلش همینه که آقا مهران گفت. ببین شما آیات رو میخونید به آب دم میزنید فوت میکنید. اون 2 تا استفاده داره. یکی این که شخص میخوره، 2 این که به اطراف خونه میزنه، یعنی به جایی که پا نخوره، منظور این که رو دیوار میزنه. بعد اون یک مرحله از چندین مراحل دیگه هستش که شما اون رو انجام میدی. فقط صرف اون نیست، اون رو انجام میدی این اجنه آزار ببینه. به شخص هم که میخوره اون روحانیت کلام خداوند روی آب زده میشه، فوراً میره توی خون میشینه، رو خون میشینه، بعد بدن رو مقدس میکنه، یعنی دیگه هیچ جای ناپاکی براش نمیده. همزمانی که دعا میخونی، همزمانی که قرآن میخونی، بعدش اون چون روحانیت درون خونت هست، تأثیر آیات 10 برابر میشه، مجبور میکنه اون اجنه رو که اون بدن رو حالا بیاد یا بیاد بالا صحبت بکنه یا ترکش بکنه. خب
بعد این آیاتو که بود این حقیقت چیزی که هست ممنون شما هستم دکتر ماورا تو به تلگرام ایشون بود که مادر من شب خوابید صبح که پا شد دستش مثل جایی که از آب جوش یا بخار آب داغ بسوز قرمز بشه سوختگی قرمز زیر پوستی بسوز نه روی پوست اونجوری بود که ما یعنی یه دستم آب زده بود یه دستم نه با هم آب دعا نه شب خوابیده بود خب شب خوابیدم صبح که بیدار شدم مثلا این دستم جای انگشتش هستم بر من گیره این دستم حال سوختگی بود این دستم سوخته بود آبله زده بود بالا اینجوری که شد من ایشون در اینستاگرام در ببخشید تلگرام به حساب گروه داشتن من وارد گروه شدم و همین مسئله رو تا گفتم ایشون متوجه شد و گفتن که چیکار کنید این جریان آیات رو ایشون به ما دادن گفتم بخون آره گفت بخون و به من گفتم خودت بکن طهارت بگیر پاکیزه و اینو طاهر و تمیز باش لباس تمیز در مکان تمیز رو بذار و شروع کن به خوندن و دمیدن به آب تا اینی که بپاش به کنار و پا نخوره حتی تو همون ریخته نشه. آره چون آیات پاکه دید بهتون گفت توی همون دستشویی رو باید سرکه و نمک قاطی بکنی بزنی به اونجا نست اون خونی دیگه بودیم نه کلا در کل نه اون به اون مرحله نرسید چون اون بعد از اون دیگه حالت مادرم خوب شد یعنی رو به بهبود رفت خب آره رو به بهبود رفت. ببینید رفقا واقعا این معجزه الله کلام الله اینجوریه فقط یه دونه آب دعا درست کرده ها ببینید بگه دیگه و ننزل من القرآن و ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا میگه ما قرآن رو نازل کردیم برای مؤمنان شفا و رحمت و برای ظالمین نقصان و خسارت ایجاد میکنه یه دونه آب دعا انجام داده یک مرتبه رو نشسته رو به قبله با طهارت با وضو با لباس پاکیزه قرآن رو خونده اون آیات خاصی که برای جادو هست رو خونده روی آب دم زده یک اعمال رو انجام داده مادر حالش رو به بهبودی گذاشته ببینید اینا قدرت خداونده اگر شما همین الان نگاه بکنید به همون قرآنی که روی تاقچه شما داره خاک میخوره و الان شاید بعضن یک سال بعضی ها در اون کتاب رو باز نکردن بدونید که یک گنج توی خونتون دارید که ازش غافل هستید همه این چیزها یعنی همه نقطه مقابله کردن با این موجودات با جادو با این آدم های شیطان صفت امثال این شیخی که الان ازش اسم بردن و زده بنده خدا رو نفله کرده و الان جوابم نمیده به اینها ببینید اصلا شما به اینها هیچ احتیاجی ندارید چرا؟ چون الله پاک قرآن به شما داده شما میتونید با قرآن با آیات زندگی خودتون رو اوکی بکنید خب بعد خدمت کنم در صورتی که همین شیخ بعد از این مدت ها به ما من که باش صحبت کردم چند بار صحبت کردم پاکسازی که به حساب خودش گفت حتی مادر من ترک حیوانی کرد خب یک هفته ترک حیوانی بعد پاکسازی داشت یه لحظه من اجازه بدید قربان بابا این ترک حیوانی ببخشید من معذرت میخوام اینجوری بودم بلا نسبت همه خب ولی ترک حیوانی میگن آقا تو باید از اونا میگن دیگه این دعانویسا میگن شما باید یا هفت یا یه چله خب شما باید ترک حیوانی بکنی یعنی از هر چیزی که از روح داره مثل گوشت یا هر چیزی که از روح گرفته شده مثلا مثل تخم مرغ شما اینها رو نباید بکنید چرا که روحانیتت بره بالا در صورتی که اینجوری نیست رفقا ببین برای نسبت ببخشید عذرخواهی میکنم ما گوسفند نیستیم میدونید ما انسانیم و قرار نیست ما علف بخوریم به خاطر یک جن متوجه این چی میگم که بخوایم مثلا به قول یارو بالا ما گوشت نخوریم چیزی که خداوند حلال کرده رو اینا بخوان حرام بکنن که چی که بتونیم مثلا یه جن رو چیکار بکنیم دفعش بکنیم بله اثری نداشت اون بیشتر غالب میشه چرا چون ارتعاش شما به شدت میاد پایین یعنی معذرت میخوام در حد یک 4 پا
انرژی و سیگنال شما میاد پایین در حد همون 4-5. چرا معمولا این کار میکنن که بتونن اجنه رو ببینن؟ ضعف روحانیشون جوری میاد پایین که در سطح یک جن قرار میگیرن. خب هر کسی میگه حرفای من اشتباهه بیاد اینجا صحبت بکنیم که من بهش ثابت بکنم اینجوریه داستانش. خب در حد یک جن مقام انسانیتی که الله پاک گفته خلیفت الله که در زمین خلیفه و جانشین الله هستن، مقامشون رو در حد یک جن میاره پایین، در حد یک 4 میاره پایین که بتونه با یک جن ارتباط بگیره. و این ترکیبانی ما انجام دادیم، روغن زیتون استفاده کردیم، گفت آقای شب روغن زیتون رو بمانیم به بدن، سنگ نمک بگیر، رفتیم این کارا رو کردیم. نه بابا خوب نشد، با چند مدت دیگه باز زنگ بگیم آقا باز دوباره همون جریان بری بدتر. نمیدونم حصار نمک چی راسیده نه گفت مندل برخلاف اقربی ساعت دورش نمک باشه که شب بتونه بذاره تو مندل نمک باشه که شب بتونه بخوابه، فقط اونجوری تونست یک شب بخوابه. چرا بهتون نگفت که آیت الکرسی رو بخونین با 3 تا قل هو الله احد قل اعوذ میگم اصلا از آیات قرآن استفاده نمی‌کرد، فقط مثلا میگفت به عنوان مثلا میگفت کد 33 نمیدونم، بعد چند تا چیز میگفت، بعد میگفت سجده بر آن نمیدونم، بعد میگفت سجده بر چی؟ بعد مثلا میگه عدد میگفت، کدای ابجد رو میگفت، ابجد میگفت، بعد من میگفت مثلا میگفت 1 2 3 4 5 6 به 10 مثلا میرسید، بعد میگفت سجده بر آن. حالا من نمیدونم سجده بر کی؟ حالا من نمیدونم کده، حالا الان تو ذهنم با خدا الان اشاره کردیم، حالا تو ذهنم من کده بلکه اسم میگی چیز خوشی باشه. آره اینا کارشون همینه دیگه، اینا اصلا کلا شیاطین رو میپرست. بعد ازم بزرگ جوری شد که دیگه اصلا ما تو خونه باور کنید من شب روز نداشتم. بچه هم اذیت میشدن، هم دخترم هم پسر دیگه هم خیلی اذیت میشدن. اونا تاثیر گذاشت، اونا از خونه کامل یعنی یه جوری خدمت درس کنم حال میدگرگونه میومدن خونه میافتادیم. باور شما میشه ما تو خونه اینجوری شده بود برامون. خب این خفاش شب بیدار روز خواب، این جفت حالا شب بیدار روز خواب، یعنی اینجوری برامون شده بود، یعنی روز همه خواب بودیم شب بیدار نشدیم و هیچ چیز متوجه، یعنی فهم میگم یعنی انگار تو خواب زندگی میکردم. یعنی من خودم اینجوری شده بودم که تو خواب زندگی و با خودشم گفتم میگم انگار من تو خوابی زندگی دیگه دارم. جاهایی رو خواب میدیدم، مثلا خونه قبلی و خواب در همین بیرجن یک شخص عرب نامی هست، ما اونجا خونه داشتیم، خونه پدر بزرگ مرحومم بود. یه آقای هست اونجا عرب از عرب خانه است، اونجا طلسم می‌نویسه. جادوگره؟ آره طلسم می‌نویسه، سنگ موکل دارم من شنیدم داره، رملم استفاده میکنه. مال جادو. آره استفاده میکنه که حتی ما دیدیم که مثلا چندین نفر بودن که شکایت به پرونده از شاکی هم شده بودن. خب و بیشتر طلسمات من میرفتم مثلا بالا پشت بوم، این بغلی ما یک کسی بود که باز اسمش رو نمیارم، حالا خودش ولی میدونه کیه، این من میدونم کیه. این بنده خدا تو کار مواد مخدر. خب بعد من میومدم سر کوچه که میشستم نمیدونم چرا موضوعم اون بودم. خب موضوعم اون بودم. بعد اینا به هر طریقی بود هم خونه رو میخواستن و ما متوجه شدیم که جدیدن به یکی از وارثین پیغام دادن که ما اون خونه رو میخوایم. آره ما این خونه رو میخوایم. اون خونه که ما متوجه شدیم که اینا روی این چیز داشتن. باور کنید من میرفتم بالا پشت بوم جمع میکردم لباس زنانه که بهش فضولات خیلی ببخشید بیادبی منو ببخشید، فضولات مثل گربه و سگ به لباس زده شده بود، سحر نجاسات. آره نجاسات زده شده بود. مثلا بطری بود، خب بطری شیشه نوشابه خاک توش ریخته بود، آب معلوم بود یا خاک توش ریخته شده بود. بطری اینجا یا جا آنتن رفته بودن چوب‌های نیمسوز، چوب‌هایی که نیمسوز یعنی یه ذره آتیشو سرشون سوخته بود. آره اونجوری
اینجوری گذاشته بودن یا سنگ گذاشته بودن که من اون رو همه جمع میکردم، باز میگم یا لنگه کفش میدیدم، یه دونه کفش میدیدم. خونه رو عوض کردیم یه جای دیگه بردیم، اونجا هم برعکس اینجوری بود. آدم همینجوری آره دیگه اونجا هم هر جا که رفتیم متاسفانه مستحضری همینه. چون جادو همینجوریه، جادو به هر جای شما برسه به مکان ربطی نداره، مثل عضوی از خانواده هستش، ما هر جای بریم هم همراهتون هست. معمولا میان میگن که بعضی از رمالا و دعانویسا من دیدم مثلا میگن آقا بگردید توی وسایلتون احتمالاً طلسم با شما داره میاد. اصلا اینجوری نیست رفقا، من اینم بهتون بگم، اونی که اونجوریه فقط 1 در 1000 متوجه از، یعنی چون هزاران نوع طلسم و جادو هست، اون یکیشه که معمولا مثلا باهات داره میاد. بعد میبینیم بعضا میریزن میپاشن بارشتا رو تیکه پاره میکنن که ما طلسم پیدا میکنیم، در صورتی که بعدش هیچ پیدا نمیکنیم. باید خود خادم رو مستقیما هدف قرار داد و به خود خادم ضربه زد. از حالات مادر بگو. خب که مادر وقتی از آن میشنوی چجوری میشی؟ اصلا به هم ریخته میشه، عصبی میشی؟ عصبی میشه، لرزش دست و پام پیدا میکنی وقتی از آن میده؟ آره استراب منو میگه. صدا قرآن میشنوی چه حسی؟ اونم همینطور باید استراب اینا دارم. وحشت هم به دست میده، وحشت بکنه صدا قرآن. آره. حالا صدای قرآن و وحشت میگرده، اون آدم روی کد میخون چه حالی میشدی؟ خود که اصلا بدتر از همین میشدم، مثلا چه فشار میومد؟ فشار بیشتر میشد، فشار خیلی بیشتر میشد. خب بنده حتی این جریان بود اول که میگفت مثلا مادر حالش خوب نمیشه، میگفت که تو وسایل خونه سر محشوش شد. ما حتی باورتون نمیشه کل خونه رو ریختم بیرون، یکی یکی عکس گرفتم فرستادم. آقا ببین من یه چیز بهت بگم، من آقا سوالم الان اینه، حالا اگر کسی این آدم رو میشناسه که ویدیو رو بفرسته، اگه منو نمیشناسه براش توضیح بده چیم، کارم چیه، چند سال اینجا، و صرف تا صد بیوگرافی منو به این آدم بده و سوال من این آدم جواب بده. آقا تو گفتی سحر مرشوشه، چرا باطلش نکردی؟ چرا یه راهکاری ندادی که اون باطل بشه؟ چرا خادم طلسم رو نگرفتی؟ چرا به چیزی دست زدی که در قد و قامت تو نمی گنجه؟ اصلا برای مهم نیست سنت چقدره، ولی تو یک آدم بی سوادی هستی که اگر یک بار رفتی، مثلا دارم میگم پاکستانی جای برگشتی، اومدی مردم رو دارید عذاب میدی. آقا تو این کاره نیستی آقا، تو جادوگری، تو فقط بلدی که زندگی خراب بکنی، بلد نیستی زندگی رو خوب بکنی. تو فقط بلدی جسم آدم ها رو نابود بکنی، تو بلد نیستی جسمی رو نجات بدی. این رسالت توه. چرا؟ چون اونجایی که تو رفتی درسشو خوندی، اونجا درس رحمانی نمیدن، اونجا درس شیطانی میدن. پاکستان مهد جادوه، هر کی نمیدونه بدونه پاکستان مهد جادوه، به واسطه هممرزیش با هندوستان، به واسطه هممرزی و معاشرت با سیکای هندی بزرگترین جادوگرها هستن. اگر نمیدونین بدونین، به این آدم ها اعتماد نکنه. ببین رفقا، هر کسی اومد خوند قرآن، فقط کلام الله، هر کسی گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، با این شروع کرد، بعدش اون کارش رحمانیه. و بعد اومد چیزی نوشت، بزنین زیر دفتر دستکش، خودش هم بزنین قشنگ سیاه کبودش بکنید، چون اون آدم شیطانیه. هر کسی می نویسه بلا استثنا شیطانیه، کاری هم نداره. بخواد پدر منم باشه برای من مهم نیست. کسی بخواد زندگی یک آدم ها رو بزنه، یک بنده خدا رو بزنه نابود بکنه، اون از حیوان هم پستر، اون اصلا انسان نیست. بنده خدا رو اینجوری زدی نفله کردی، الان جوابشون هم نمیدی. خدا کنه من پست من بخوره این موقع است که من جوری حال تو رو بگیرم که اون سرش ناپیدا بشه. نه تنها من بلکه آقا مصطفی جفتمون یه جوری برات بیان با کلام الله
که با همون موکلات سر و ته تو یکی بکنیم به امید الله انشاءالله جمعت بکنیم برید دنبال کارت. بگو عزیز ادامه. از این حضورتون هر کار که و همین کدها رو میخوند میگم ما کل این وسایل خونه رو میگم ریختیم بیرون، حتی شک کردیم به اقوام، به خیلی ها شک کردیم که گناهشون هنو برگردن من باید حلالیت به طلب. کار شیاطینه دیگه اینا، چون با شیاطین کار میکنن شیاطین همیشه فتنه میندازن. خب و این جالب برام این بود که این اصلا نمیگفت که مثلا سوره رو خودش نمیخوند، ضبط میذاره با اسپیکر میذاشت خودش نمیخوند. اینم بود. بعد ارزم حضور شما که دیگه کم کم جوری شد که دیگه من خودم تعجب کردم، حتی حالات خودم، حالات برادر من تو داروخونه کار میکنم، خودش یک دفعه آمد بیرون اثر روش گذاشت. خواهر من بخاطر من یک دفعه بیتاب شد گریه میکرد من میخوام برم پیش پدرم. الان اینا کجا برادرت خواهرت اینا کجا؟ برادرم سر کار، آبجیم هم با دوستش الان. نه میان امشب خواهرم که دخترم که فکر نکنم بیاد امشب که می اومدم من باهاش صحبت هم با دختر هم با پسر تو صحبت، چون احتمال میدم اول صرف برای شما زده بوده و شاید هم بعدش حالا من نمیدونم حالا اینا در حد حدس و گمان، چون یه صحبتی من و شما با هم داشتیم گفتیم بخواستن نسل شوهر من رو از بین ببرن. احتمال میدم که طلسم خانوادگی براتون زده باشن، توجه که اینها باشن. بالاخره من امشب اومدم دیگه، من فردا باید برم، من که برم دیگه معلوم نیست که بیام. متوجه این که باشین که یک مرتبه حالا اول شما رو پاکسازی میکردیم، بعدش حالا یه تایم استراحت میکردیم، بعدش روی بچه ها تو توجه که اونها رو ببینید جه من خودم خیالم راحت بشه که وقتی از اینجا رفتم دیگه ذهنم پیش شما نباشه. خب الان دیگه چیزی سخنی حرف چیزی فقط اعتماد نکنید عزیزان، دنبال هر کسی نرید، دنبال هر کسی نرید، دنبال موکل هم نرید، انگشتر موکل این تو چیزا هم دنبالش نرید. دقیقا میخواستم همین اون موقعی بگم ببین رفقا اصلا سمت این چیزا نرید، به هیچ عنوان در مورد این چیزا کنجکاوی نکنید. من بنده خدای بهم پیام داده بود، گفته بود کار توی خونمون یه موجودی هست ولی کاری به ما نداره، دخترم فقط میبینه و اینا، که من گفتم بیام برای پاکسازی، گفت نه شما بیاین که این صحبت بکنیم با این ببینیم اصلا برای چی. گفتم ما اگر بخوایم بیام اونجا نمیان که بشینیم با یه جن بشینیم 2 ساعت گفتگو بکنیم، میان یه چک و لگدیش میکنیم میندازیمش بره بیرون با کلام الله دیگه. بعدش دیدم میگم نه من اینجوری نمیخوام، حالا اگر اوضاع ما خراب شد بعد به شما خبر میدم. نه اینجوری از این خبرها نیست رفقا. ببین تا میتونید از این موجودات فاصله بگیرید، بعد اگر بخواید ارتباط برقرار بکنید بعد اتفاقات بدی میفته. ببینید حالا من اینو نمیگیرم رو به دوربین، چون بعضی‌ها شیطنت میکنن میرن نگاش میکنن پشتشو میگیرم. خب ببینید رفقا این برای احضاره. الان این پسری که احضار زده خودش هم باید الان پاکسازی بشه. چرا؟ چون شما وقتی که احضار میدی یعنی چی؟ یعنی من اجازه میدم به جسم من ورود بکنه. این خیلی خطرناکه، مراقب باشید. انشاءالله در پناه الله باشید. میرم این خونه رو پاکسازی بکنم، بعدش میریم برای جنگیری به امید الله و از اونم فیلم میگیرم و در خانه رو قرار میدم. اگر این ویدیو رو ارسال بکنید خیلی ممنون میشه. شب روزگارتون خوش، منتظر جنگیری باشید. بدرود.